تو آلمان 50% حقوق آدم میره برای مالیات. دیگه گندشو در آوردن. اینا حرفاییه که همیشه هممون همه جا میشنویم. حالا امروز من میخوام با شما حقوق یه فرد مجرد که ناخالصش 3000 تا هست رو با هم بررسی کنیم. حقوق خالصی که به حساب شما وارد میشه از مقدار 3000 تا 2014 یوروه، یعنی 985 یورو از اون کم میشه. یعنی همه این مالیات نه، الان براتون توضیح میدم. اولین چیزی که از حقوق ما کم میشه همون مالیاتی که یه چیزی حدود 340 یورو، یعنی حدود 11%. دومین آیتمی که بعد از مالیات از حقوق ما کم میشه که Krankenversicherung یا بیمه درمانیه که یه چیزی حدود 285 یوروه و در واقع ما اینو نصفشو پرداخت میکنیم و نصف دیگر رو کارفرما پرداخت میکنه. مورد بعدی Pflegeversicherung است که بیمه از کار افتادگیه و حدود 69 یوروه. و مورد بعدی Rentenversicherung یا بیمه بازنشستگی است که یه چیزی حدود 279 یورو فقط برای بیمه بازنشستگی ازتون کم میشه. و بعدی بیمه بیکاری که یه چیزی حدود 39 یورو، یعنی وقتی شما از کار بیکار بشید 1 تا 2 سال بعدش باز به شما حقوق میدن. حالا تو بهم بگو با این وضعیت آلمان خوبه یا نه؟ برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. مؤسسه مهاجرتی هافمن. امیدی.